روش آهنگای افغانستانی هست. ولی ممکن شاید از آن باشد که در خونی من کمی باشدم خونی افغانیست. افغانی هست؟ ها. چطور؟ پدری من از بدخشان و پدر شما از بدخشان تاجیکستان و چقدر همه میدونن بدخشان افغانستان نزدیک یکن، فقط یک دریاچه جدایشون میکنه. چقدر پدری من نقل میکنن این طرف ما تاجیکو ایوای طرف برادرای افغانستان بیشتر گپ میزدن، با یک دیگر میمونی می اومدن. ولی چطور در خونتان چطور است؟ با فکر من بابا کلونم از افغانستان است. خیلی خوب، پس من حال علت محبوبیت شما را در افغانستان فهمیدم. ببینیم که خون کش میکنم. البته من هم از حافظان افغانستان هم سرودهای اونها رو میگیرم میخوانم و خیلی در تاجیکستان این سرودها رو چه گویم نقص قبول میکنن. کدام هنرمندان افغانستان بیشتر میشنوین؟ با فکر من یگان در تاجیکستان آدمی نیست که احمد زاهر رو نشناسد. من خیلی دوست میدارم احمد زاهر رو و فرهاد دریا. و حالی از این آهنگایی که کلیپ است و هست کدامش بگذاریم؟ من همه آهنگام رو بر شما توفه میکنم و میخواستم که حالا سرودی جان مرن جان رو با پیشکش مخلصان گردانیم. جان